از شهرک گیسار هر سحر به دوشنبه به کار می‌روم. ساعت 5 سحری. خیلی گاه روز میشود ماشین میشود، گاه روز میشود میشود بر وقتتر به وقتش رسیده می‌روم. خنجه کار میکنم، نون میبندم. خیلی زندگیم پیش میروم. نانم نه بالای رفیده دا میمونیم، پشت چنم کار میکنیم که ددیدون نچسبه میبندیم ددیدون. دستی 16 سالگی هم مرا مادرم امی نانپزی نشان دادم. یکم بار من نان پختگیم نانم بیزه پشیدگیم میده چه کدگیم ریخته سوزاندگیم غلطاندگیم بعد سوس شیدگی بودیم برم. ما خالای اشوربی را 3 سال است که با وی همکاری کرده در همین جا نان میپزیم. خالای اشوربی نانپزی ماهر بوده، نانهای با لذتی به خلق دقت جلب کننده میپزد. همه این کارگرها همه اپا و خواهر شده همینجا یکدیگر را هم خیلی حرمت میکنیم. برای نوناشون با مزه خوبن نسبت به نونای مثلا عادی خوبن، خطیره خوب دارن، کلچوی خوب دارن. از حساب اون که نانبای خونه اوچگی نانبای خونه اینا در قد راه خونه پدر و مادر من میباشد. هر وقت که من مادرم خبرگیری میدم یا خونه پدر میدم حتما 4 دونه فطیر، 2 دونه آرزو خبرگیری مادرم میبرم. اوناشون خوب هستن.